تو رمانای جذاب 1984 و دنیای قشنگ نو، دو تا جامعه مختلف به راههایی میرن که آزادی فردی توش نابود میشه. هر دوشون صرفاً داستان نیستن، بلکه هشدارهای جدی درباره آینده‌ان. تو 1984 اورول دنیایی از سرکوب با ترس و ارعاب رو نشون میده، در حالی که غل و زنجیرهای زندانی که هاکسلی تصویر کرده لذت‌های آنی هن. سوال اینه چقدر حاضریم آزادی‌های فردی رو فدای راحتی و امنیت کنیم؟ این داستان‌ها هزینه‌های پنهانی همچین خواسته‌هایی رو نشون میدن. بنابراین مقایسه‌شون به همون دید جامع تری واسه جواب به این سوال میده. تو این قسمت میخوام یه تحلیل از مقایسه دو رمان شاهکار 1984 و دنیای قشنگ نو رو واسهتون تعریف کنم. سلام، من شیمان و این ویدیو کست خوره کتابه. تو کانال یوتیوب خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. هر دو اثر اورول و هاکسلی هشداری‌اند برای آینده‌ای که توش دولت‌ها از روش‌های مختلفی واسه از بین بردن آزادی‌های فردی شهروندان استفاده می‌کنن. تو 1984 این نابودی با مجازات کردن شهروندان از طریق نظارت دائمی و ترس و ارعاب انجام میشه و تو دنیای قشنگ نو از طریق پاداش دادن به شهروندان انجام میشه. چطور؟ با غرق کردنشون تو لذت‌ها تا خودشون دو دستی آزادیشون رو تقدیم کنن. 1984 جورج اورول یه تصویر غم‌انگیز از جامعه‌ایه که آدما تو مشت آهنین یه رژیم توتالیتر خورد شدن. همه جا نظارت وجود داره، تاریخ منحرف شده و حقیقتی وجود نداره جز همون چیزی که حزب تعریف میکنه. تو این رمان آزادی فردی به بهانه امنیت سرکوب میشه و ترس و ترور ابزار اصلی اعمال اجباره. حتی رو نحوه فکر کردن آدمام نظارت میشه تا جایی که هیچ اثری از وجود فرد باقی نمیمونه. این همه نظارت حتی بر طرز فکر آدما دلیلش مجازات آدما برای تغییر رفتارشون به نفع حزبه. کاملا برعکس این رمان سناریوی دیگه ای از ویران شهر وجود داره که آلدوس هاکسلی تو رمان دنیای قشنگ نو ارائه میده. کنترل آدما از طریق لذتگرایی و سرگرم کردنشون. این جامعه مردمشو به شیوه های سفت و سخت سرکوب نمیکنه، بلکه زندگی آدما رو با آرامش و توهم و سرگرمی‌های زیاد پر میکنه تا تفکر انتقادی ضعیف شه. مردم واسه نقشای خاصی که تو جامعه باید داشته باشن به طور ژنتیکی دستکاری میشن و زمان تولد به این نقشا عادت میکنن و با رضایتی که به خاطر تأثیر مواد مخدره نقش خودشونو پذیرفتن. زیبایی ترسناکی که هاکسلی تو این رمان نشون میده تو اینه که آدما داوطلبانه زنجیرهایی که دست و پاشونو بسته رو دوست دارن. خبری از شورش تو این داستان نیست، چون آدما خوشحالن و ایده شورش غیر قابل تصوره. وجه اشتراک هر دو رمان هشدار دادن درباره آینده‌ایه که توش دولت کنترل و قدرت مطلق داره و تاریخ و فرهنگ رو نابود کرده، ولی ابزارهایی که به کار میبرن خیلی با هم متفاوته. دنیای اورول تحت تاثیر قدرت گرفتن ایدئولوژی‌های فاشیسم و کمونیسمه. بنابراین ابزارش سرکوب از طریق اعمال قدرته و داستان هاکسلی تحت تاثیر مهندسی ژنتیک و استفاده از ابزار تکنولوژی پیشرفته واسه دستکاری انسانه. تو رمان جورج اورول موضوع اصلی جلب توجه خواننده به سوء استفاده از قدرت مطلقه و نشون میده یه جامعه دائما تحت نظارت چه جامعه سرد و تاریکیه. شخصیت اصلی داستان وینستون اسمیت دروناً با ایدئولوژی حزب مخالفه و با نظام حاکم مبارزه میکنه و امیدواره که بتونه از زیر بار فشاری که حزب میاره بهش فرار کنه. اما اورول واقعیت تلخی رو تو صورت خواننده میکوبونه، اینکه هر مقاومتی در مقابل یک قدرت مطلق بیهوده است. در نهایت فرد در مقابل جمع هیچه، چون در نهایت حکومت از طریق شکنجه‌های روانی و جسمی خیلی خشن واقعیت وینستون رو بازسازی میکنه و مجبورش میکنه به باورها و عشقش خیانت کنه. در واقع اورول این واقعیت وحشتناک رو آخر داستان نشون میده که قدرت مطلق چه توانایی عمیقی تو بازسازی احساسات و افکار آدما
و بازسازی خود واقعیت داره. برعکس رویکرد هاکسلی تو دنیای قشنگ نو استفاده کردن از خشونت آشکار نیست، بلکه بیشتر در مورد روش‌های ظریفیه که جامعه میتونه آدما رو به نقطه‌ای برسونه که بدون نیاز به خشونت کاملاً کنترل شن. شهروندای این دنیا با ترس سرکوب نمیشن، بلکه به سمت لذت جذب میشن. این لذت نوعی از کنترله و طوری طراحی شده تا هر نوع اراده برای تغییر رو نابود کنه. شخصیت جان که بهش لقب وحشی دادن کسیه که چون خارج از دنیای جدید بزرگ شده میتونه این راز وحشتناک رو ببینه که چطور آرزوها و ارزش‌های انسانی از طریق القای لذت از آدم‌ها گرفته شده و سرنوشتش یعنی خودکشیش نقد داستان رو به جامعه‌ای نشون میده که انسانیت و آزادی فردی رو فدای لذت و راحتی میکنه. تو دیستوپیای اورول زبان نقش کلیدی رو داره و ابزار اصلی کنترله. زبان جدید معروف به نیوسپیک هدفش حذف تفکر فردیه تا تو هویت جمعی اختلاف نظری ایجاد نشه. دستکاری زبان و کنترل اطلاعات نیروهای قدرتمندی هستند که شهروندان رو تو واقعیتی که دولت طراحی کرده گیر انداخته و تقریباً براشون غیر ممکنه بتونن به چیزی جز واقعیتی که حزب اجازه میده فکر کنن. دنیای جورج اورول به ما در مورد خطراتی هشدار میده که دولت کنترل کاملی داره و حقوق بشر به صورت سیستماتیک و آروم آروم نابود میشه و اصول اساسی حزب خیلی سفت و سخت رعایت میشه، طوری که هیچ تغییری امکان پذیر نیست. تو دنیای هاکسلی همه چی وابسته به مصرفگرایی و خوشبختی‌های ساختگیه و کنترل اجتماعی از طریق حذف شدن احساسات عمیق و القا کردن احساس رضایت اعمال میشه. اینجا ابزار اصلی تکنولوژیه. تمام ارزش‌های قدیمی و سنتی کنار گذاشته شدن و تنها چیزی که مهمه پیشرفت‌های جدید و لذت بردن از حال و لحظه اکنونه. اینم یکی از راه‌های به وجود اومدن یه ویران شهره که هاکسلی در موردش هشدار میده، یعنی حذف شدن کامل سنت‌ها و اصول گذشته که به همون اندازه زیادی چسبیدن به اصول و فرصت ندادن به ایده‌های نو خطرناکه. آدما تو هر دوی این دنیاها، چه تو دنیای 1984 و چه تو دنیای قشنگ نو، تبدیل به جماعتی شدن که نمیتونن دنیایی خارج از اونچه که دولت‌هاشون براشون ساختن رو تصور کنن. فرقی نداره از طریق خشونت و ترس و ارعاب باشه که اورول پیش بینی میکنه یا از طریق قل و زنجیر ظریف لذت صرفی باشه که هاکسلی میگه. تو هر دوی این داستان‌ها پیام اصلی سوء استفاده از قدرت متمرکزه و نتیجهش جمعیتیه که به سمت بی‌تفاوتی یا ناامیدی هدایت میشن. به دنیایی که هاکسلی تصویر کرده میگن دیکتاتوری نرم و البته کمتر از ویران شهر اورول هم ترسناک نیست. تو دنیای قشنگ نو آزادی تسلیم لذت‌های لحظه‌ای میشه و در واقع وحشت دنیای هاکسلی تو دیدن موافقت شهروندا و شادیشون واسه تسلیم شدنه. ترس اورول اینه که احساسات عمیقی مثل عشق تبدیل بشه به شورش علیه نظام، اما ترس هاکسلی از اینه که عشق تبدیل به یه احساسات قدیمی و سنتی بشه و به لذت آنی فروخته شه. امروز وقتی به این داستانا فکر میکنیم اهمیت پیام‌های هر دوتاشون توی جامعه واضح و روشنه. اورول و هاکسلی فقط داستان نمیگن، هشدار میدن. اونا ما رو به چالش دعوت میکنن تا تعادل بین هویت جمعی و آزادی فردی رو دقیق تر بررسی کنیم و توصیه میکنن که مراقب روش‌های ظریف محدود کردن آزادی هامون باشیم و مهمترین سوالایی که باهاش ما رو به چالش میکشن اینه که تا چقدر حاضریم آزادی فردیمون رو فدای راحتی و امنیت کنیم و تو چه نقطه‌ای قراره این واقعیت رو دیگه بپذیریم که بیش از حد خودمون رو تو دام کنترل و نظارت دولت گیر انداختیم.
شما بیننده ی ویدیوکست خوره کتاب هستین. تو کانال یوتیوب خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنین و اگه به موضوع آزادی علاقه دارین کانال خوره کتاب رو سابسکرایب کنین. حالا که با باورهای جورج اورول و آلدوس هاکسلی آشنا شدیم، جالب میشه که ببینیم این آدما چطور به این نتایج رسیدن. زندگی نامه جورج اورول رو که واسهتون تعریف کردم. بنابراین تو ویدیو بعدی وقتش داستان زندگی آلدوس هاکسلی رو واسهتون تعریف کنم.